سلام و درود دوستان عزیز. آموزش شیرینی نخودی، روغن صاف و پودرقند داخل همزن ریخته میشه و دنده یک میزنیم کار میکنه. یه مقداری که کار کرد جمع کرد خمیر رو میدیم دو پوک شد، زیر و رو میکنیم خمیر رو چند بار، یعنی حالت زیرش میاد رو، دورگیری میکنیم خوب، باز میزنیم کار میکنه. در ادامه یک مسقال زعفران دم شده اضافه خمیرمون میکنیم که خوب زرد و طلایی بشه. بعد دو قاشق وانیل داخل آردن خود میریزیم، آردن خود و آرد میریزیم و به صورت کم کم آردن خود و آرد و اضافه مایمون میکنیم. در حال هم زدن میدیم دنده یک، کم کم اضافه میکنیم که تو این مرحله اگه بخوای یک دفعه اضافه کنی خمیرمون صفر میشه و همزن گیر میکنه. نمه اضافهش میکنیم. در نهایت به این باف که رسید و آردمون تموم شد میاریم رو میز، خمیرمون اشکال مختلف در میاریم، حالا هر اشکالی باشه و در نهایت میره فر خدمت شما.